سلام همگی سلام سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به اولین سری از مسابقات بازی‌های دریوری با سیاه‌سفید. واسه اولین بازی ویسپر چالش انتخاب کردیم. یعنی چی؟ ما یه هدفون میذاریم تو گوشمون، یه آهنگ با صدای بلند پخش میکنیم و طرف مقابلمون یه جمله یا چند تا کلمه رو بیان میکنه. ما باید حدس بزنیم که داره چی میگه. بازنده حالا چیکار باید بکنه؟ بگو کاری که باید انجام بدی رو. بازنده از اونجایی که بچه‌ها بازنده مشخصه، ما مجازات خیلی سنگینی واسش در نظر نگرفتیم. مجازاتی که هست یه لیوان نوشابه فانتا و یه تعداد اقلام تاریخ مصرف گذشته است. همون فانتاش برای من مجازاته، چون مثلا فانتا دوست ندارم. اشکال نداره، حالا شاید اون چیزا بهش اضافه بشه بهتر بشه. شاید تست کردی بهم میگی دیگه. آره دوست خریداش. بریم تو ویدیو. بریم. خب میشنوی الان؟ میشنوی صدامو؟ میشنوی؟ الان نمیشنوی. کاکتوس کرم زده. کاکتوس کرم زده. کاکتوس قرمز. کاکتوس کرم زده. کاکتوس کرم زده. کاکتوس کرم زده. کاکتوس کپک زده. تموم شد. 5 بار گفتم تموم. کاکتوس کرم زده. خیلی نزدیک بودم. کاکتوس کپک زده گفتی. آره بد نبود. بگو. دور همی آدم با حالا. دور همی آدم با حالا. داره صدا میشنوی قشنگ. یواشتر بود. فکرم خیلی بلند گفتی. بگو. قرص تاریخ شکسته. قرص کاهش لثه. اشتباه گفتم مثلا بدش کن. پاکش این پاک کن. شهر خاموش. شهر خاموش شده. شهر خاموش. شب خاموش شده. شب خاموش. شهر خاموش. شب خاموش شده. شهر خاموش. چشم آبگوشت. شهر خاموش. شهر خاموشی من میشنوم واقعا. از 5 بار دیگه باختم. شهر خاموش. بابا ولم کن دیگه. یه دیگه تر. نه دیگه باید اصلا یه بار کجا میگی؟ من میگم خاموش. قشنگ‌تر شهر خاموشی. نه باختی. از کات خارج شدی. بیا زاریم بعد. باختی. ها؟ باختی. یک باشه. داف دماغ دراز. داف دماغ دراز. شاورما؟ نه. داف دماغ دراز. نمیشه که اینجوری کنی دیگه کلمه‌شه دیگه. باید کامل بگی. کامل میگم. داف دماغ دراز. داور وسط زمین. داف دماغ دراز. باقالی تازه. باختی. بچه خدایی خوب نگفتم، کامل واضح گفتم دیگه. داف دماغ دراز. خیلی صدا زیاد بود. گوشم درد. نتونستی بشنوی. بگو. بذاری ذره کمترشون. چی شد؟ صدا نرو تو دوربین. آره بگو. نمیشتم. دنباله لباس عروس. گوگلی مرگولی. من تو کار نبودم. ها؟ دنباله لباس عروس. زباله هسته‌ای. دنباله لباس عروس. شماره رفسنجانی. رندوم میگی نه؟ مهم نیست من چی میگم. دنباله لباس عروس. شماره پسر ایرونی. چند بار گفتم؟ 4 تا شد. یکی دیگه. دنباله لباس عروس. ها؟ دنباله لباس عروس. 2 بار بگو پسر گوگلی. تمام شد. باختی. چی بود؟ دنباله لباس عروس. یه کلمه شد. آره باختی. خوب تلفظ نکردی. ادا نکردی کلمه. آهارم 2 نفر فقط دنباله لباس عروس. قشنگ نشون. نه بابا بعد تو اینجوری خیلی واضح بود اونی که من گفتم. ماشین یاتاقان زده. ماشین یاتاقان زده. ماشین
ماشین یاتاقان زده. ماشین گازدنده. ماشین یاتاقان زده. ماشین داداش. ماشین یاتاقان زده. تموم شد. نتونستی بگم. بذار بارم بگم. ماشین یاتاقان زده. بابا. بگو. بابا طاهر اوریان. بابا طاهر اوریان. شنیدی؟ نشیدم دیگه این که میشمه. نمیشه چجوری گفتی؟ آره یه ذره فکر کنم شنیدم، مطمئن نیستم. ببین بگو یواشتر بگو یکی دیگه میگم. کوچه علی چپ. متخصص قلب. کوچه علی چپ. صدای پروانه. کوچه علی چپ. گوش کرخر. کوچه علی چپ. گوشفیل شم. وایسا بزنم. بگو. نه نگو. گوشفیل شم. آخه اصلا معنی میده گوشفیل شم. بگو. کوچه علی چپ. گوش هر شب. درست گفتم؟ نه. کوچه علی چپ. خب چیکار کنیم تا آخر عمرم بعد بازی کنیم میشگیری چی میگه؟ آقا یه قانون بذاریم هر کی زودتر دو تا رو درست گفت دو تا. همین با این وضع که من میبینم دو تا. هر کی دو تا درست گفت. هر کی دو تا رو درست گفت. بگو. نه من باید بگم. آدامس نعنایی. تاپ زنگالی. نه آدامس نعنایی. آدامس نعنایی. آدامس زنگالی. آدامس نعنایی. آدامس زندایی. آخریه. آدامس نعنایی. آدامسو داره؟ مگه پانتومیمه؟ تموم شد بازی. چیو میخوای حدس بزنی دیگه؟ آدامس نعنایی. زندایی. بگو. واشر سرسیلند. وزن سنگین. درسته. واشر سرسیلند. واشر سرسیلند. یس! من خیلی واضح. من خیلی واضح. منم با آدامس نعنایی میگم. میگی زندایی. دیگه از اون واضح‌تر. درخت خارشتر. وایسا. چی فکر میکنی؟ درخت خارشتر. آخه نمیشه که اینجوری. درخت خارشتر. نخ و سوزن. درخت خارشتر. درخت خارشتر. جمله داری میگی؟ نه یه دونم به داوانس میدم. درخت خارشتر. وایسا. رقص خارشتری؟ نه درخت خارشتر. درخت. بابا یه اینو بگم تموم. نه خیلی یه بار دیگه میگفت حرف میزدم. آره بابا 6 بار به تازه گفتم. یه دونم آوانس دادم. نمیشه. حوزه استحفاظی کلانتری. کتلت ازدواج کرده. حوزه استحفاظی کلانتری. حسین دوتا دوست داره. حوزه استحفاظی کلانتری. حوصله ازدواج کردن. حوزه استحفاظی کلانتری. حوصله ازدواج ندارم. ازدواج کردی تموم شده رفته. حوزه استحفاظی کلانتری. حوصله یه چیزی رو ندارم میشنم. بیا این سگ خورد 6 بار میگم. بگو. حوزه استحفاظی کلانتری. حسین فهمیده؟ حسین فاضلی نیا؟ نه حسین بود ولی؟ نه. چی؟ حوزه استحفاظی کلانتری. برو بابا. گرام پانتومیمی پیدا میکنی؟ قلمروی یوز پلنگ. نمیشه که خیلی بد میگی. قلمروی یوز پلنگ. ادبیات. قلمروی یوز پلنگ. قلمرو. آره؟ نه واقعی. آره واقعی. قلمرو.
قلمروی یوز پلنگ. قلمرو یوز پلنگ. آفرین من بازم خوشحال شدم دیگه. بالاخره یکی گفتی. اصلا نباشی. خدای خیلی کمکت کردم. نباید قلمروها نباید تایید میکردم وظیفه. چرا میتونست؟ نه میتونستم یه چیزه ولی مجبور بودم یه چیز دیگه است. برو بریم. نفس باد صبا. کلاس زبان. نفس باد صبا. صدای کلاس زبان. نفس باد صبا. دفترچه سربازی. نفس باد صبا. دفتر پوست پیاز. نفس باد صبا. دفتر بابامو زدم. نفس باد صبا. قشنگ نمیگی. نفس باد صبا. نه بابا. مگه من اینطوری قلمروی لابا اصلا تو ببین اصلا چیز دیگه ای نمیتونه باشه یوز دیگه که اینطوری نه نمیتونه اصلا اینجوری نگفتی. نه اینجوری نگفتی. بگو بابا کلمه بعدی بگو حدس بزن تموم شد بریم بازی. افسر رده بالا. افسر رده بالا. وایسا هفت سنگ ته بار. افسر رده بالا. هفت خط بازار. افسر رده بالا. هفت سنگ ته بازار. سنگ چیه؟ افسر رده بالا. هفت سنگ ته بار. یس مثلا هفت خط بازار. کروکودیل وحشی. گراز وحشی. نه. کروکودیل وحشی. قرص وحشی. کروکودیل وحشی. وحشی درسته دیگه خدایی. سوسک وحشی. کروکودیل وحشی. خوک وحشی. نه. یه چیز وحشی کانگوروی وحشی. نه. چی وحشی؟ کروکودیل وحشی. آره دوست دارید نوشابه نداره. تیر خلاص بتمن. تیر خلاص بتمن. بتمن آخرش. آره تیر خلاص بتمن. تیر خلاص بتمن. یس طبل شادانه بگو. بچه من میگم واسه شروع شما اولین مسابقه بود مجازات خیلی کار چرت و پرت کنید. ایشالا برنامه‌های بعدی از اول بازی من بهت گفتم جدی برنده بازی هیچی هم تو ادیت باید بگه. نه ولی جدی قبلش هم صحبت کردیم واسه اولین مسابقه به نظرم نوشابه رو بیا مجازات و این چرت و پرتا رو ولش کن. نوشابه رو بیا عزیزم دیر شد. نداریم نوشابه. دیر شد وقت ملت رو گرفتیم. بردار بیا. این نوشابه فانتا. چی دوست داری؟ دوست داری سس؟ بچه‌ها این سسه جزئی از یخچالمون دیگه شده. پزور جداش کردم. نمیدونم چند سال توی یخچاله. روش از یه لایه‌ای بسته نمیدونم اون چه کثافتیه. تموم شد. خوب قشنگ. میدونی اون چقدر تنده اون؟ نه نمیدونم. خب و این سویا سوسی که نمیدونم واقعا مال چند سال پیشه. بچه یخچاله گرفتیم با اینا اول پرش کردیم. نمیدونم واقعا مال چند سال پیشه. عجب چیزی شد. عجب ترکیب سمی. چه بویی میده. ازم تقدیم باش. نوشه جان. بو پای 3 روز نشسته میده. بوی سرباز میده. پای سرباز میده. برات هنوز دیگه من شده. نه نوش.
بوی یخچال مونده میده، به خدا بوهای یخچال گرفته به خودش تو طی این چند سال. نه مرسی. خیلی سمه خدایی. بخورم؟ ولی یکم بخور. نه همه چی میده؟ بوی فریزر رو بو کرده، یه بوی مثلا سبزی و قرمه سبزی و اینا میماسته به دیواره های فریزر. فکر کن اون بوه رو اصارش رو گرفتن ریختن توی این. ولی میشه خورد، اون قدم بد نیست. خوشت اومد مثلا که خوشت اومده. خوشت اومده. چطور بود این قسمته؟ خب بچه‌ها این هم از چالش امروز. اگه دوست داشتید اینجور ویدیوها رو برامون تو کامنت ها بنویسین که ما باز دوباره از اینجور ویدیوها براتون ضبط کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. تا ویدیو بعد خدافظ. خدافظ.